مشعلی بازی‌های آسیایی به شهر خوانجوی جمهوری مردمی چین رسید که در این مراسم ورزشگر موفق تاجیک چمپیون بازی‌های المپی دلشاد نظرف نیز اشتراک نمود. مراسم استافت مشعل بازی‌ها 8 سپتامبر در کل سیخوای شهر خوانجوی مضافاتی چیجتسیان آغاز شد. نخستین شده مشعل را شناور چمپیون المپی لو سیوتزیان به دست گرفت. استافت مشعل بازی‌های تابستانه در 11 شهر مضافاتی چیجتسیان تا 20 سپتامبر ادامه یافت. 20 سپتامبر مشعل مسابقه به شهر خوانجو آورده شد و در این روز در قطار دیگر چمپیون‌های بازی‌های المپی ریو 2016 دارنده 3 مدال طلا و 1 مدال نقره بازی‌های آسیایی دلشاد نظرف تحت رقم 162 این مشعل را به دست گرفته راهپیمایی نمود. خاطررسان می‌نماییم که بین نمایندگان 45 دولت قاره دلشاد نظرف یگانه معرفی کننده تاجیکستان در استافت مشعل بازی‌های آسیایی به حساب می‌رود. در تاریخ بازی‌های آسیایی دلشاد نظرف اولین نفری است که در استافت مشعل بازی‌ها اشتراک می‌نماید. به همین ترتیب مشعل دوام روز در شهرهای خوانجو دفع شده تا مراسم کشاده‌شوی بازی‌ها استافت به انجام می‌رسد. امروزه چمپیون و جایزه‌داران بازی‌های المپی و جهان در مسافه‌های معین شده مشعل را می‌گردانند. نخستین بازی دسته استقلال شهر دوشنبه در مرحله گروهی لیگ چمپیون‌های افک کنفدراسیون فوتبال آسیا 2023-2024 با باشگاه الدوحیل قطر با نتیجه 0-0 به پایان رسید. این بازی شب سه‌شنبه 19 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. در نیمه اول بازی توپ بیشتر در اختیار مهمانان فوتبال بازان الدوحیل بود، اما لحظه‌های گلزنی خیلی هم کم به چشم رسید. در نیمه دوم دیدار باشد بازیگران استقلال برتری را به دست گرفتند، ولی زدن گل به فوتبالبازان هر دو دسته هم میسر نشد. همین طریق استقلال و الدوحیل یک امتیازی به دست آوردند. باید گفت که در هیئت استقلال که سرمربی دسته ایگور چرویچنکو می باشد بهترین گلزن منوچهر جلیلوف با سبب بیماری اشتراک کرده نتوانست. سرمربی دسته الدوحیل ارنان کرسپوین از آرژانتین به مقابل دسته استقلال 22 بازیگر آورده بود، اما یکی از بازیگران کلیدی دسته فلیپ کاوتینو با سبب آسیب دیدن در این بازی اشتراک کرده نتوانستند.